ایرانی‌های مقیم تاجیکستان از اعتراضات روزهای اخیر مردم ایران انتظارات جدی ندارند. علیرضا 2 سال اخیر در دوشنبه فعالیت تجارتی دارد. پس از ناکام شدنش در ایران او به دوشنبه آمد. 100% در وهله اول از مسئله اقتصادی شروع شد. شعارها به خاطر مسائل اقتصادی بود. در شهر مشهد به خاطر اون مسائل پدیده مشهد یه بنگاه اقتصادی بود که پولای مردم نتونسته بود به موقع برگردونه و مردم به اعتراض اون اومدن تو خیابونها. در سالهای پیشین تجارت پر رونق‌تر بود. یعنی منظور این که منفعت بیشتری ایجاد میشد. ولی تو این 3-4 سال یکی از دلایلی که من ترکم کردم همین بود. تو اون 1-2 سال آخر دیگه تجارت خوب نبود، وضعیت اقتصادی خوب نبود اصلا و سوداگری خوب نبود، فروش ها به سختی صورت میگرفت. حالا 50 خانواده ایرانی مقیم تاجیکستانند. برخی در زمان شاه و گروه هم در این سالهای اخیر به این کشور آمدند. علی حدادی رهبری جمعیت ایرانی‌های مقیم تاجیکستان است. والدان او زمان شوروی با هدف دستیابی به زندگی بهتر به دوشنبه آمدند. پدرم اینجا رو تعریف میکرد که اینجا ناز است برای خوندن، برای کار کردن هست، جا هست. مادرم ساحه آموزش زنانه کار میکرد، آموزشگاه زنانه. بعد پدرم در دانشگاه. با وجود 10 ساله ها دور از ایران بودن، حدادی میگوید او و دیگر هم میهنانش حادثه های اخیر ایران را پیگیری میکنند. آنها برای ایران آرامی میخواهند. لباساشون مثل اینجا لباس چی نیست، آزاد نیست. اونجا مقنعه میپوشن، فرنجی میکشن، در خانه میپوشن، چادر میپوشن. اینجا مثل اینجا نیست. هم سیاسی هم اقتصادیش اونجا این چیزا نیستن. خیلی اگر بشد، اگر اونجا مثل اینجا بشد و آزاد بشد، انتظار همون چیز هست، انتظار مثلا که آزادی و جنگ نباشد، اساسی جنگ نباشد، ترور نباشد، جنگ نباشد. ایرانی‌های مقیم تاجیکستان و آنهایی هم که موقتاً اینجا کار و زندگی دارند در ابراز نظر در رابطه به اعتراضهای وطنی خود احتیاط میکنند. به دلایل امنیتی نخواستند رویشان را نمایش بدهیم و میگویند دست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دراز است. من امیدوارم که در واقع اعتراض اقتصادی مردم جواب داده بشه. کمبودیایی هست، همه میدونن، اونها جواب داده بشه و مردم به خواسته اقتصادیشون برسن. مردم چیزی نمیخوان.